شجاعت همیشه به معنای انجام بزرگترین و جسورانه‌ترین کارها نیست. بعضی اوقات عمل شجاعانه تر این است که بتوانید با خودتان رو راست باشید، نه اینکه کاری را انجام دهید که مورد انتظار دیگران است. شجاعت مصری است و وقتی یک زن به تنهایی به پا می‌خیزد، الهام بخش زنان زیاد دیگری نیز خواهد بود که به دنبال او سکوت را بشکنند. احترام قائل شدن برای خود و نه گفتن به کاری که تمایل به انجامش را ندارید شجاعانه است، به خصوص اگر به قیمت ناامید کردن دوست یا عزیزی تمام شود. کلام آخر این است که شجاعت مقوله یک بعدی نیست. شجاعت گسترده و پیچیده است و در شرایط مختلف متفاوت است. یعنی یک فرد ممکن است در یک زمینه شجاع باشد و در زمینه دیگری نه. شما می توانید در روحیه کارآفرینی خود جسور و قدرتمند و در قرار ملاقات ترسو یا سرمایه گذاری در بازار سهام برایتان آسان باشد، اما تا 100 سال دیگر هم حاضر به امتحان پرش با چتر از ارتفاع نباشید.